کلاً روش حکومت آخوندی اینطوریه که اول یه غلطی میکنه، بعد که غلطش رو تمام و کمال کرد تازه میاد فلسفه غلط کردنش رو توضیح میده و میبافه. مثلا در مورد تلگرام اول کامل فیلترش کرد، بعد کم کم وقتی دید مردم دارن لعن و نفرینشون میکنن، حالا مسئولینشون جمع شدن فلسفه میبافن که چرا تلگرام فیلتر شد. یارو رئیس بانک مرکزی عرضه کنترل بازار ارز رو نداشته، حالا اومده میگه افزایش قیمت ارز تقصیر تلگرامه. اون یکی عضو تشخیص مصلحت نظام آخوندهاست، میگه بی‌حجابی و دینگریزی جوونها به خاطر تلگرام. خلاصه اینکه اینطوری که اینا واسه ما توضیح دادن، احتمالاً از خوردن سیب تو سر نیوتن تا آب سیب خوردن مجید پسر همسایه بغلیمون کلهم اجمعین تقصیر تلگرامه. به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. 1 سال پس از گذشت زلزله‌های ویرانگر کرمانشاه، کارشناسان سازمان لرزه‌نگاری طی بررسی‌هایی متوجه شدند که تلگرام عامل اصلی زلزله در ایران است. همچنین کارشناسان آب و هواشناسی نیز میزان بالای رطوبت تلگرام را به عنوان عامل اصلی خشکسالی در ایران اعلام کردند و پیش بینی کردند که با فیلتر شدن تلگرام در دریاچه ارومیه و زاینده رود به زودی سیل خواهد آمد. باستانشناسان ایرانی طی پژوهشی متوجه شدند که پس از دوره ناصرالدین شاه و قبل از دوره قاجاریه، آن وسط مسط‌ها یک سلسله حکومتی دیگری به نام حکومت تلگرامیان وجود داشته که این حکومت عامل اصلی کوچک شدن مرزهای جغرافیایی ایران بوده است. و خبر آخر این که پزشکان ولایت مدار ایرانی پس از ماه‌ها بررسی و مطالعه عمیق علمی به این نتیجه رسیدند فیلتر تلگرام طول عمر علمای قم، تهران و مشهد را در پی خواهد داشت. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.